امروز با من چهارشنبه هست و ساعت 10:30 صبح دارم میرم مطب کایروپرکتر تا گردنم رو اجاست بکنه. هفته 2 بار میرم. خدا رو شکر خیلی نتایج خوبی گرفتم برای اینکه من گردنم خیلی سفت شده بود، مهره‌هاش الان یه چند درصدی بهتر شده. یه 14 جلسه دیگه هم برم دیگه، فکر کنم کافی باشه برای اینکه پولشو دادم دیگه، باید برم دیگه. حالا یا سرم کلا گذاشته شده یا هرچی، باید برم. وقتی سوار ماشین شدم توی گاراژ بلافاصله مپ من روشن شد، گوگل مپم روشن شد و به من گفت که تا آدرس مطب دکتر تا 21 دقیقه فکر کنم گفت، بخاطر اینکه ترافیک هم نیستش راه دارم. برای من خیلی جالبه. من هنوز یعنی تو خونه هستم و فقط سوار ماشین شدم. این گوگل تمام آی پی ادرس منو خونده و همه جا رو میدونه، من کجا میخوام برم، چی کار میخوام بکنم. جالبه. من هر موقعی که مسیرایی که مثلا میخوام برم سر کار، حتی به هم میگه که الان یعنی روزهای مختلف رو میدونه من کجا میخوام برم دیگه. یه مقدار هم احساس میکنه که خب کار راحت تر شده، ولی نگرانی هم هست دیگه که شما رو چطور این داره ترک میکنه و هر جا که میری دنبالت هست. این یه مقدار اذیت کننده است برای من. نظر شما چیه؟ فکر میکنید خوبه که گوگل ما رو ترک میکنه، تمام آدرسای ما رو داره، هر جا که میریم همه رو چک میکنه و سیو کرده اطلاعات ما رو، با اینکه خب ما همیشه میزنیم که اطلاعات ما رو سیو نکن، ولی متاسفانه داره سیو میکنه. نظر شما چیه؟ آیا دوست دارید؟ یعنی فکر میکنید خوبه، کار راحت تره؟ چون وقتی شما یه چیزی رو سرچ میکنید میبینید که هر پیج رو باز میکنید اون چیزی رو که قبلا سیو کردید اونجا اومده. من خودم با این قضیه خیلی مخالفم، دوست ندارم و سعی میکنم که همه چیزها رو لاک بکنم توی موبایلم، ولی باز هم میبینه که نمیشه ازش فرار کرد، باز هم شما رو داره ترک میکنه متاسفانه. مسائلی که باعث میشه ما تصمیمات خودمون رو به تعویق بندازیم فکر میکنم نگرانی باشه و یا اینکه اطلاعات کافی در مورد اون قضیه نداشته باشیم و من کاملا حق میدم. و هر حال ما همه نگران هستیم که نکنیم تصمیمی که میگیریم درست از آب در نیاد، نتیجه خوبی نده و به هر حال این نگرانی ها وجود داره دیگه. ولی من همیشه میگم باید تصمیم رو گرفت، یه مقدار ریسک کرد. اگر ما ریسک نکنیم خب نمیدونیم که واقعا نتیجه چه خواهد شد. پس بهتره که یه مقدار ریسک پذیری خودمون رو بالا ببریم. یعنی با تجربه کردن هست که ما خیلی چیزها رو یاد میگیریم. من خودم خیلی آدم شلوغ و شیطانی نیستم، خیلی آروم هستم، ولی با اینکه خیلی فرد آرومی هستم ولی قدرت ریسک پذیری بالایی دارم. نمیخوام بگم که از خودم تعریف بکنم، ولی این یک نقطه قوتی هستش که من در خودم دارم و از تینیجری این اتفاق در من افتاد. وقتی که نوجوان بودم بر اساس اینکه خب یه دختر 15-16 ساله میخواد یه سری تصمیمات رو بگیره و برخلاف حرکت جامعه هست، خب این من رو یه مقدار عوض کرد. من خودم خیلی خجالتی بودم، یعنی دوره‌ای که خیلی منو میشناسن یعنی میدونن که من خیلی دختر خجالتی بودم ولی بسیار خنده‌رو و این خوب بود، ولی خجالتی بودن خودم رو دوست نداشتم. ولی سعی کردم که یه مقدار بر اون غلبه بکنم، ولی کارهایی که کردم باعث نشد که یعنی خجالت من باعث نشد کارهایی که انجام میدم یا تصمیماتی که میگیرم روم اثر بذاره و خدا رو شکر میکنم که تربیت خوبی شدم. مثلا مادرم که واقعا ما رو خیلی خوب تربیت کرده، همیشه به ما یاد داد که دستمون تو جیب خودمون باشه و میگفت
اوضاعش خوب باشه سعی کنید که خیلی مستقل و یک فرد مستقلی باشید و من مدیون ایشون هستم. این استقلالی که دارم فکر می‌کنم این قدرت ریسک‌پذیری رو هم از مادرم گرفتم و کارهایی که می‌کردم به هر حال الگوی من بودن و باعث شد که من تغییر بکنم. اینجا انقدر قشنگه، گوشی دستمه ولی دوست داشتم اینجا رو باهاتون شیر بکنم. خیلی خوشگله منظرش و فقط به خاطر اینکه لوکال میرم، به خاطر این مناظر زیباش هستش، وگرنه خیلی صبور نیستم بخوام آروم رانندگی بکنم، ولی این منظره زیبا رو تو این فصل هرگز از دست نمیدم. هیچ وقت زیبایی های کوچیک رو هم از دست ندید، یعنی هر فصلی قشنگی خودشو داره، هر جاده‌ای که میرید زیبایی خودشو داره. سعی کنید اونها رو کچ بکنید، حالا اصطلاحش هم نیامد، اونها رو ببینید و ازش لذت ببرید. یعنی با همین زیبایی های کوچیک هستش که ما استرس ها و نگرانی هامون کمتر میشه و میتونیم شخصیت خودمون رو قوی تر بکنیم، اعتماد به نفسمون بالاتر بره. تا وقتی که نگرانی نداشته باشیم مطمئن باشید که شخصیت هم قوی تر میشه و اعتماد به نفس هم بالاتر میره. فقط مشکل اصلی ما این مقدار نگرانی ها و اضطراب هاست که روی ما خیلی اثر میذاره. پس مواظب خودتون باشید و هیچ استرس و نگرانی به خودتون راه ندید. زندگی خیلی کوتاهه، از تمامی لحظه ها لذت ببرید. من رسیدم به کایروپرکتور و دارم وقتی تمام انجام میدم. من کارم تو کایروپرکتور آفیس تموم شد و دارم میرم به کارهای دیگه هم برسم. با من همراه باشید. دوستم رفته بودم این پیاده روی، الان دارم برمیگردم و برم دیگه کم کم آماده شم که شامم رو درست بکنم. البته دوشی بگیرم بعدش شامم رو درست بکنم. فعلا خداحافظ.